امروز شهر کلاب باستانی فضای ایدانه دارد. واقعا برگزاری فورم و نمایشگاه بین المللی ختلان قلب گرم سیاحی گواه آن است که دولت و حکومت کشور تحت راهبری پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به این ساحت توجه خاصه ظاهر می نمایند و برگزاری این چهاربینی سطح بلند در رشد اینفراستراکچور ساحت جلب بیشتر سیاحان به منطقه‌های سیاحی ولایت ختلان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. حالا ما قرار داریم در صحن دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی و حالا نمایشگاه امکانات‌های سیاحی و ارمغان‌های ولایت ختلان آغاز گردید و طور مشاهده می‌گردد نمایندگان داخلی و خارجی در این چهاربینی سطح بلند اشتراک کرده ایستادند. ساحه سیاحی در جهان یکی از بخش‌های مهم رشد اقتصادی، توسعه همکاری‌های بین المللی و معرفی فرهنگ‌ها ارزیابی می‌گردد. در فورم و نمایشگاه بین المللی ختلان قلب گرم سیاحی، هیئت نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره‌ها، کورپوس‌های دیپلماتی، سازمان‌های بین المللی، نهادهای صحافی کشورهای همشریک، راهبران شرکت‌های وطنی و خارجی، صاحبکاران و سرمایه‌گذاران و کارشناسان ملی و بین المللی اشتراک نمودند. این چهاربینی سطح بلند در پرتو دستور و هدایت‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در همکاری با بخش خصوصی و شریکان رشد برگزار گردیده در آن زیاده از 300 نفر اشتراک نمودند. هدف از برگزاری این فورم بین المللی معرفی امکانات‌های سیاحی و سرمایه‌گذاری ولایت ختلان، مبادله افکار وابسته به گسترش همکاری‌های بین شرکت‌های وطنی و خارجی، جلب سرمایه به اقتصادیات ولایت، رشد اقتدار صادراتی، تقویت استحصالات به صادرات نگرانیده شده و بلند برداشتن رقابت‌پذیری محصولات وطنی در بازارهای داخلی و خارجی محسوب می‌یابد. مهمانان ضمن بازدید از نمایشگاه امکانات‌های سیاحی و ارمغان‌های ولایت ختلان به محصولات کشاورزی وطنی، نمونه هنرهای مردمی از قبیل چکندوزی، همچون نمودی در جهان یگانه صنعت بدیعی عملی ملت تاجیک، نقاشی، بافندگی، مصنوعات زرگری، دوریدگری، کشیده‌دوزی، کلاهگری که همچون بهترین ارمغان برای سیاحان در بازارهای محلی و بین المللی ارزیابی می‌گردد مراغ ظاهر کردند. فورم و نمایشگاه مذکور برای جلب سیاحان خارجی، معرفی امکانات‌های سیاحی تاریخی و فرهنگی، طبابتی و اکولوژی، کوهنوردی و شکار، امکانات‌های سفر و سیاحت به ولایت ختلان، اینچنین تحکیم و بنقشه‌گیری همکاری‌های مشترک بین شرکت‌های سیاحی، آسایشگاه و استراحتگاه‌ها، مهمانخانه‌ها و دیگر اینفراستراکچور سیاحی امکانات وسیع فراهم می‌آورد. این چهاربینی سطح بین المللی در فضای صلح و ثبات کامل و محیط رشد استوار جمهوری تاجیکستان برگزار شده دلیل توجه روزافزون جامعه جهانی به کشور ما و ولایت ختلان می باشد. در دایره نمایشگاه فروش آزاد بسته سیاحی، ارمغان‌های سیاحی و برای گفت و شنود طرفین شرایط مساعد فراهم آورده شده با مقصد معرفی فراگیر و باثمر لایحه‌ها به سرمایه‌گذاران احتمالی قبلا وابسته به هر یک لایحه افضلیت‌ناک ورقه رونمایی پیشنهاد گردید.